گفت امر دیگر. لطف شما زیاد. اینها چند درهم شد؟ قابل شماره ندارد. مهمان باشید. سپاسگزارم. چقدر بدهم؟ بازم میگویم قابل ندارد. ولی 5 درهم لطف کنید. مصلح الدین صدای به هم خوردن سکه‌ها و رد و بدل کردن آنها را شنید و بعد از آن صدای خداحافظی پدر بزرگ به گوشش خورد و خیالش راحت شد. وقتی احساس کرد مشتری چیزی جا نگذاشته و ناگهان بر نخواهد گشت، آرام از جا برخاست و مشغول راست و ریز کردن گونی‌ها و اجناسی که نظمشان به هم خورده بود شد. یک سال از کار کردن مصلح الدین گذشت. کمی پول از مزدهایی که گرفته بود پسنداز کرده بود تا در عزیمتش به بغداد برای درس خواندن لنگ نماند. پدر بزرگش به رحمت خدا رفته بود و دیگر کمکی از هیچ جا به خانواده نمیشد. پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره تصمیم گرفته بود به بغداد برود و درسش را تمام کند تا شاید بتواند برای مادرش زندگی خوبی فراهم کند. حالا به طرف کوچه کاروانسرای حلاجان میرفت. دگمه‌های قبای پشمیش را که روز گذشته با قیمتی بسیار ارزان از بازار کهنه فروشان شیراز خریده بود بست. کلاه آبی رنگ و پشمیش را هم تا روی گوشهایش پایین کشید تا کسی او را نبیند و نشناسد. هوا دم به دم سردتر میشد. بخار از دهانش بیرون میزد و جلوی دیدش را میگرفت. با این حال سربازان ریاض الدین پیرشاه را میدید که با نزدیک شدن شب تعدادشان دم به دم زیادتر میشد و مواظب رفت آمد مردم بودند. آنها به هر کس که مشکوک می شدند فوراً دستور ایست می دادند و با سوال و جوابهایشان طرف را کلافه می کردند تا بالاخره چیزی از او بیرون بکشند و مأموریت خود را به رخ فرماندهان خود بکشند. قدمهایش را تندتر کرد تا با آنها برخورد نکند، زیرا هر حرفی که از دهان او بیرون می آمد با حرفهای مردمان عادی تفاوت داشت و می توانست برایش دردسرآفرین باشد. فارس و مرکزش شیراز آن زمان مثل سراسر ایران گرفتار آشوب و ناامنی بود. هر روز خیلی ها را دستگیر می کردند تا شاید آشوب ها را در نطفه خفه کنند و با این حال هر رهگذری ممکن بود یکی از آن آشوبگران باشد. کنترل ها بیش از حد بود، به خصوص در کوچه های بازار که شلوغ بود و آشوبگران می توانستند به راحتی در میان مردم رفت آمد کنند و از دستگیر شدن مصون بمانند. مصلح الدین احتیاط را بلد بود و بنابراین سعیش برای پنهان ماندن از چشمان تیزبین سربازان غیاث الدین نتیجه داد. وقتی به آخر کوچه کاروانسرای حلاجان رسید، به سمت چپ پیچید و کم کم به میدان کاه فروشان نزدیک شد. آنجا میباید همراه یکی از کاروانها پای پیاده به سوی مقصد حرکت میکرد.